آقا خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل من. دوستان، من ابوالواتی هستم. امروز قراره که تو این ویدیو بهتون خودم معرفی کنم و بگم که در این چنل قراره چه سبک ویدیوهایی بذارم، چه چیز ویدیوهایی بذارم. قراره کلا همین چیزها رو به شما بگم و بدون شما خودتون. آقا من ابوالواتی هستم. تو این کانال همین اول کاری بهتون بگم در مورد کال آف دیوتی موبایل ویدیو میذارم، همونطوری که داره میبینید، و قرار ویدیوهای آموزشی میذارم، هم ایزو هم آلکا گیم پلی میذارم و میخوام در مورد آموزشی رفع لگ بذارم که کلا رفع لگتون کلا اصلا لگ اصلا بره پی کارش در اون حد. واقعا اینجوری بهتون بگم. آقا من تازه کارم، یعنی اولین کار حرفه‌ای من در یوتیوب از امروز من شروع کردم. واقعا من هیچ تجربه داخل یوتیوب اینجوری بخوام صحبت کنم و اینجوری بذارم ندارم. من ته فعالیتم تو اینستاگرام بود که چند تا فقط ویدیو گذاشتم و از اینجور چیزا، ولی از امروز قراره به صورت حرفه‌ای ویدیو بذارم. زمان ویدیو هم به صورت دیلی یا به صورت یک روز در میون بالاخره باید به من کدوم دستم میاد همونجوری براتون ویدیو بذارم. آقا این گیم پلی هم برای شما از ایزو آوردم. حالت اول ویدیو اگه صدا نداشت به خاطر اینکه می‌خواستم حذفش کنم، بعد صدا نداشت، چون گفتم یه وایپ بود دیگه، گفتم اینو بذارم حداقل به درد یه جایی بخوره. آقا یه لحظه اینجا نگاه کنید. آقا ما اومدیم راش اینجا رو دادیم، یه نفر تو اسموک یارم بود، رفتم صدا پاشو گرفتم، رفتم دنبالش دیدم در از اون ور میاد، اینفو رو گرفتم روش، ولی بله یکی دیگه هم اومد، پینگ رفت 200 شانس آوردیم یارمون زدش، چون که اینجایی که هستم تو اون ویدیو پینگم بد بود. آقا رفتیم جلو، اونو زدیم. همینجا یه انمی دیدم، وایسادم ببینم از کدوم طرف داره میاد، تا دیدمش گرفتم رو شیلش میشکنه. آقا میدونستم میخواست آرمور بزنه، میریم داخل با بی وای تا اومد یه شات بمی 2 شات فست تمام. آقا آرمورمون میزنیم. آقا دیدم داره 2 نفر میاد، سری میپریم بیرون، میدونستم از این ور میان بیرون، سری دیفندو میزنی کور میشه، اولی وان شات، دومی میس میره، اینفو رو میکشیم میگیم روش، جی اسکال لابی. به همین خوشمزگی و به همین سادگی. یه چیز در مورد یوتیوب من به شما بگم، این که داخل یوتیوب خودتون میدونید دیگه خیلی سخت گیر و اینجور چیزا، پس ببینید شما لایک بکنید یا سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، یه کامنت بذارید، نه جای منفجر میشه، نه حساب بانکیت خالی میشه، نه هک میشه، هیچی اصلا هیچ اتفاقی اینو نگاه کنید. داشتم میگفتم هیچ اتفاقی نمیفته براتون، فقط به من کمک میکنید که یک قدم تو پیشرفت کانالم بیافتم جلوتر. خودتون میدونی یعنی دیگه واقعا نقطه هستیم که همه جا فیلتریم. شنیدم که قراره رفع فیلتر بشه یوتیوب، ولی فعلا چیزی معلوم نیستش. پس آقا حتما لایک رو بزنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید، سابم کردید یه کامنت انگلیسی بذارید، بذارید سابتون نریزه، بذارید یه حمایتی بشه که بتونیم من توی پیشرفت کانالم بتونیم به من کمک کنید. اگه از اینجا نگاه کنید، اینو یه شات زدیم نشد، این که نشد، دیدم اوضاع خیلی آقا ما رو زدیم رفتیم اومد اینجا رو داشته باش، اینجا سیفیدی داشته باش، اولی نخورد، دومی وان شات میس رفت، یه شات اینفو رو میگیری میره این نکیلمون رو زدن. اصلا سیفیدی رو داشتی؟ نه خدای سیفیدی رو داشتی، به این میگن سیفیدی تو. حالا به هر حال اصلا مطلب این بود دیگه، واقعا وقتتون هم نمیگیره زیاد، میخواین لایک بزنین و سابسکرایب بزنین از این چیزا، واقعا وقتتون نمیگیره. کلا شاید
چند ثانیه است وقتتون بگه چیز زیادی نیست. آقا این نگاه، این نگاه موتورشون نگاه اینجوری. آقا سوار این شدم یه شاد زدم رجیستر نشد پیاده پینگ هم دوباره رفت 200. شانس آوردی حالا بازم دانشن یارم زد. آقا الان داره میبینید الان من خودم نمیگم سبک ویدیو یعنی سطح ویدیو بالاست، خیلی بالاست که این ویدیو آزمایشیه. مثلا یا کن قرار از این ویدیو بعد کلی ویدیو 100 بالاتر اینجوری نگاه نکنید. در کلی ویدیو 100 بالاتر هم از آلفا میذارم هم از ایزو براتون حتما میذارم. ویدیو آموزشی هم که کلا به راه و گفتم که دیگه رفلای قرار بذارم براتون و یه آموزش های دیگه که کلا از این وضع رفل از این کلا از این وضع لگ میایم بیرون. آقا من خودم خیلی از یوتیوبرها رو دیدم مثلا کلا سطحشون بازیشون کلا خیلی بالاست. میشه گفت از تمام پلیرهای خارجی بعضیاشون از اون خیلی بالاتره و اونقدر حمایت نمیشن. واقعا اونقدر حمایتی که بخوان نمیشه. مثلا طرف مثل بروکه میزنه باهاشون مثلا فرقی نمیکنه ولی چی 500 تا سال داره 500 تا سال داره. نمیشه واقعا نامردیه. نمیگم حتما آقا بیا من فقط ساب نه کلا منو ساب کردین دمتون گرم دمتون بازم گرم. بقیه هم واقعا دنبال بود. آقا اینجا رو نکن من یه اسکاری بهش راش دادم. اینجا آقا یه نفر اومد بیرون سری گرفتم روش اول نوک دیدم از اون ور داره میاد میگیری میور یارمون زدش اشکال نداره. یه نفر اونجا ناک بود داره بلند میکنه میریم سراغش. این که تیرسیوره یه شاد دو شاد این هم سه شاد و اون ناکی در میره و تمام. و نفر آخر که کجا رو اصلا داره میزنه داشت خوبی و جی اس آر لابه. اونقدر وضع کامیونیتی کالاف اونقدر خوب نیست که طرف مثلا ویدیو بذاره ویدیوش دیده بشه اونجور چیزا. کلا اونجور وضعش اونقدر خوب نیست مثل سبکای دیگه مثل بلاگری و اونجور چیزا. واقعا خوب نیست. این بود از این ویدیو دیگه. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. لایک کامنت نظری داشت حتما بگین. سابقا فراموش نکنید زنگوله بغلش هم بزنید. حتما منتظر رفلگ هم باشید تا ویدیو بعدی. مواظب خود ماشین. بای.